سرخط خبرها. پرواز نو میان تاجیکستان و روسیه. فرضیه دیگر در قضیه زهرآلودشوی از مرغ بریون و پیشگیری انتقال 1.5 میلیون روبل به تاجیکستان. سلام بیننده های عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. شرکت هواپیمایی روسی نوردوین از روسیه به تاجیکستان پروازهای منتظمش را آغاز می کند. نخستین پرواز به پایتخت تاجیکستان روز 12 فوریه انجام می شود. طور سامانه رسمی این شرکت خبر می دهد که پرواز از شهر پرم به دوشنبه صورت می گیرد. پروازهای نوردوین پرم دوشنبه و دوشنبه پرم هفته یک مرتبه در روزهای شنبه صورت می گیرند. سامانه نرخ چیپته را در این سمت اعلام کرده است. ارزش پرواز یک طرفه تقریبا 5,500 سومانی گفته می شود. یادآور می شویم که از ماه ژانویه سال 2022 ارزش چیپته های هواپیما از تاجیکستان به روسیه بیش از 50% بالا رفته است. حالا چیپته پرواز دوشنبه مسکو در مقایسه با ماه دکبر که 2,400 سومانی یا اینکه از 19 تا 21,000 روبل بود، بیش از 5,000 سومانی ارزش دارد. نرخ چیپته ها به سمت مسکو از خوجند، بختر و کولوب نیز بالا رفته است. محمد سعید فیض‌الله زاده رئیس کمیته بخطری عضوقواره تاجیکستان فرضیه خود را درباره زهرآلودشوی آدمان از مرغ بریون یا گریل در شهر خوجند بیان کرد. معلوم شد که همه گپ سر روغن بوده است. او گفت از سببی که آشپز مرغ را چندین مرتبه در یک روغن بریون میکرد، روغن پس از به تکرار استفاده شدنش ضررآور شده بود. در نتیجه روغن به زهرآلودشوی آدمان باعث گردیده است. ماه دکبر سال گذشته در نتیجه استعمال مرغ بریون شده در یکی از بازارهای شهر خوجند زیاده از 50 نفر زهرآلود شده، 10 نفرشان در بیمارخانه بستری شدند. پروکراتور شهر خوجند نسبت 2 فروشنده نقطه فروش این محصولات پرونده جنایتی باز کرد. کارمندان گمرکی روسیه در فرودگاه روشنای شهر تیومن در باغاج دستی یک مسافر پرواز تیومن خوجند قریب 1.5 میلیون روبل پیدا کردند. سامانه گمرک تیومن خبر داده است که این مسافر با چنین مبلغ بزرگ بدون اعلامیه گمرکی میخواست از راهروی سبز گذرد. اندری بینکوفسکی سردار پاسگاه گمرکی فرودگاه روشنا در شهر این حادثه گفته است در جریان پرسش لفظی معلوم شده است که این مسافر همراه خود 1,433,000 روبل را به تاجیکستان برده است. این مبلغ بیشتر از معیار مقرر کرده بانک مرکزی روسیه می باشد. در پی انجام نظارت گمرکی طبق قرب رسمی مبلغ برابر $10,000 یعنی 767,000 روبل را به این مسافر پرواز تیومن خوجند با گرفتن زبان خط او برگردانده، ولی 666,000 روبل باقی مانده اش را مصادره کردند. بر اساس مقررات قبول شده در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، هنگام پرواز به خارج مسافران باید پولهای نقدی ارزششان بیش از $10,000 آمریکا را حتما اعلامیه کنند. نمایندگان حکومت شهر اصفهان معلومات پیشکی ضرر مالی از درگیری شب 27 ژانویه را به رادیو آزادی شهر دادند. ساکنان دهه‌های آسیب دیده پیشتر خواسته بودند که مقامات زودتر تفتیش را به انجام رساند و زیان آنها را جبران کنند. ظاهراً حجم ضرر این مناقشه نسبت قرقیزستان وسیع‌تر است و برای حساب پوره آن وقتی بیشتر ضرور است. فرزان محمدی تفصیلاتی بیشتر دارد. طبق معلومات پیشکی رسمی بر اثر مناقشه خونین شب 27 ژانویه در مرز تاجیکستان با قرقیزستان 52 منزل ساکنان جماعت‌های چارکوه و سرخ قسماً یا پرره تخریب شده است. همچنین شهرداری اصفهان ضرری رسیده از این درگیری‌ها به ساکنان و ناحیه را بیش از 1.5 میلیون سومانی حساب کرده است. زبیدالله شامدوف سخنگوی حکومت شهر اصفهان میگوید خسارات پوره را کمیسی ویژه‌ای که از مقامات بلندپایه سطح ولایت تشکیل شده است دقیق می‌کند. سران جماعت چارکوه میگویند که تنها در دهه‌های سامانیان و خواجه علا به حساب اولیه بیش از 40 منزل ساکنان قسماً یا پوره تخریب شده، یک بنگاه طبی آسیب دیده است. منزل ساکنان اصلا از ضرب تیر و گلوله مینومیات نیروهای قرقیز آتش گرفته و ویران شده است. در این خانه‌ها بیش از 240 نفر زندگی می‌کردند. غیر این چند بنای آشخانه، نانپزخانه، مغازه و دیگر انشاءات یاری رسان نیز آسیب سبک دیدند.
مقامات تاجیکستان نگفتند که کی خانه‌های ساکنان را ساخته می‌دهند. جانب قرقیزستان گفته است در مناقشه اخیر ساکنان بادکن 3 میلیون سوم ضرر دیدند. در همین حال ساکنان بعضی از خانه‌های ضرر دیده هنوز از احتمال ترکش موشک‌ها یا گلوله‌های پرتاب شده بیم دارند. مقامات چند از آنها را بی‌ضرر گرداندند، اما باشندگان از تجربه مناقشه‌های پیشینه میگویند بعد چند روز جنگ نیز شاهد ترکش موشک‌های زیر خاک و دیوار پنهان مانده می‌گردند. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان روز 2 فوریه هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت نسبت سرحدبانان و ساکنان قرقیزستان که در صادر نمودن جنایت معین دست دارند پرونده جنایی باز نمودند. او تفصیلات نداد که آغاز پرونده نسبت چند نفر و بر اساس کدام ماده صورت گرفته است. زدوخورد مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان شام 27 ژانویه امسال پس از آن روی داد که مقامات دو کشور یکدیگر را به راهبندی گناهکار کردند. بعداً دو طرف شب 28 ژانویه درباره آتشبسی کامل در مرز خبر دادند. طبق موافقه هر دو جانب نیرو و تکنیک‌های اضافی را از مرز بیرون برده پاسبانی مشترک تشکیل می‌کنند. سبب مناقشه و دعوا و خونریزی بیشتر از 500 کیلومتر مرز تعیین ناشده تاجیکستان و قرقیزستان است. دو طرف در مدت 30 سال نتوانستند در این مسئله به موافقه برسند. جنگ و دعوا هم اساساً برای زمین، راه و آب و منابع طبیعی سر می‌زند. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر اسفره. بازی‌های 24 زمستان‌های المپی امروز 4 فوریه در پایتخت چین شروع می‌شوند. آن با شرکت حدود 3000 ورزشگر از 91 کشور تا روز 20 فوریه ادامه خواهند کرد. ورزشگران برای 109 مجموعه مدال‌ها از روی 7 نمود ورزش در 15 رشته رقابت می‌کنند. در مراسم افتتاح بازی‌های زمستان‌های المپی در پکین حضور شخصی بیش از 20 سران دولت‌ها، حکومت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در نظر است. بنا به اظهارات وزارت کارهای خارجه چین در میان مهمانان فخری که به پکین می‌آیند رهبران کشورهای سابق شوروی، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان هستند. بازی‌های زمستان‌های المپی در چین 4 فوریه امسال آغاز شده تا 20 فوریه ادامه خواهند کرد. ولی ورزشگران تاجیک به آن راه نیافتند چون به قول مقامات نتوانستند معیارهای المپی را برای دریافت رخصت اجرا کنند. اما بعضی از کشورهای غربی از جمله استرالیا و آمریکا بویکوت دیپلماتی بازی‌های زمستان‌های المپی پکین را اعلام کردند و به آن یک قطار کشورهای دیگر نیز پیوستند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمان خیرامان بقازاده همراه می‌بینیم. 4 феврали соли 2004 марк цукерберги амрикоӣ сомонаи фейсбукро ба кор даровард ки баъди 2 солаш дар интернет ба ҳайси шабакаи иҷтимоӣ аз худ дарак дод. фейсбук аз маъруфтарин пойгоҳҳои иҷтимоӣ шуд ки сокинони тамоми гӯшаҳои сайёраро дар якҷо ба ҳам овард ва ҳам имконияти табодули хабар ва аксу видеоро бидуни сензураву маҳдудият фароҳам кард. аз тоҷикистон ҳам даҳҳо ҳазор нафар корбари фаъоли фейсбук шуданд ва дар пасманзари маҳдудияти озодии баён дар кишвар маҳз ҳамин шабака ба пойгоҳи муҳими нашр ва баррасии таҳаввулоти муҳими сиёсию иҷтимоии тоҷикистон гардид. 4 феврали соли 2010 аввалин бор дар тарихи тоҷикистон бар асоси созишнома бо ҳукумати афғонистон 81 маҳбуси афғонистонӣ ба ватани худ истирдод шуданд. ин гурӯҳ тавассути гузаргоҳи шерхон бандар ба афғонистон баргашт то боқии ҳукмро дар маҳбасҳои афғонистон сипарӣ кунад. дар солҳои истиқлолият даҳҳо шаҳрванди афғонистону тоҷикистон бо ҷурмҳои мухталиф аз ҷумла барои қочоқи маводи мухаддир дар зиндонҳои ин кишварҳо ҳабс шуданд. 4 феврал рӯзи ҷаҳонии мубориза бо саратон аст ки ҳар сол ҷони ҳазорҳо нафарро мегирад. дар тоҷикистон ҳам ташхиси нафарони гирифтори ин беморӣ афзоиш меёбад ва соли 2019 беш аз 17 000 нафари гирифтори саратон ба қайд гирифта шуд. табибон таъкид мекунанд ки ташхиси саривақтӣ бахусус дар миёни занон метавонад пеши роҳи фоҷиаҳои зиёдро бигирад. بانک ملی قرب اسعار را چنین تعیین کرده است: $100 1130 سوم و 1000 روبل 147 سوم و 60 درم است. بینندگان عزیز، این بود برنامه نویدی بامدادی. سپاس که ما را همراهی کردید. با شما استراحت خوب آرزو مندیم. خدا نگهبانتان.